دلیر نظر آهنگساز سراینده و هنرپیشه سینمای تاجیک امروز در اتفاق نویسندگان تاجیکستان جایزه دولتی به نام استاد رودکی را گرفت. دلیر نظر 8 سپتامبر سال 1959 در شهر دوشنبه کشور تاجیکستان در خانواده صنعت شناس و درامنویس نامور مهربان نظر به دنیا آمد. ابتدای فعالیت هنرپیشگی او با آغاز سالهای 1980 در جاده سینما راست می‌آید. چهره هنری او همچون سراینده استرادی نوین تاجیک که موسیقی فولکلوری تاجیک را در پرده آهنگ‌های استرادی پاپ فولک اجرا می‌کند آشناست. او در چند جاده صنعت خود را آزموده است و در همه موفق است. همچون نقش آفرین در فیلم‌های عشق و فلسفه، کومیر از خود نقش آفریده ثابت کرده است که او هنرنما یعنی اکتور خوب هم هست. به صفت کارگردان در فیلم‌های نفس 2008، آرزوی دیرین 2012 استعداد کارگردانی خود را به نمایش می‌گذارد. همچون آهنگساز در چندین فیلم‌ها حتی در فیلم‌های خارجی اشتراک می‌کند و برای آنها آهنگ‌های بسیار هم مرغوب و نازنین انشا می‌کند. در برابر این برای بعضی فیلم‌ها ساوندترک هم می‌نویسد. او همچون آهنگساز در فیلم‌های آینه بیجلا، کوثر، یک فیلم در امریکا، یک فیلم دیگر در استرالیا و چندین فیلم‌ها در آلمان آهنگسازی کرده است. همزمان در فیلم نفس که در روسیه ثبت شده است، در فیلم قیام روز، در فیلم جنگ افیونی که کارگردان‌های افغانستانی روی نوار آوردند، آدمی که با برف آمده است، فیلم محسن مخملباف ایران، وقتی در شهر باران میبارید، بیشتی از دست رفته، تانکر تانگو فیلم روسی، شاعر زباله ها فیلم ایرانی، آهنگساز چندین فیلم های شاعر زباله ها فیلم ایرانی، پیرزن ها، شیک فیلم روسی، مجسمه عشق، میستری سال نوی، انگلستان چطوری که گفتیم در آلمان روی نوار آمده است، پدر ماهتابی فیلم یک جای تاجیکستان و آلمان. آهنگ های او شنیده می شود و محض آهنگ های او به فیلم یک روحیه نو جذابیت دیگر بخشیده است. در فیلم های مستند هوانورد لیاچیک، سرچشمه ها، تولد، استاد، الاس، به نام اهورامزدا، چرخ و فلک در سال 1979 آهنگسازی کرده است. در نمایش های تئاتری رعنا که تئاتر لوتری روی صحنه آورده است، نمایش تئاتری شاهزاده خردکک که چند پیش تئاتر آوران روی صحنه آورد، آهنگ های او شنیده می شود و پیداست که او با سینما رابطه و همکاری تنگاتنگ دارد. مؤلف آلبوم های ترانه های دلنشینی تو را می بینم، جرای با زبان های تاجیکی و شغنی، جرای دو بازم با زبان تاجیکی شغنی، همزمان آلبوم های پدر ماهتابی و خواب در باغ است که سال 2007 رو نمایش بود. یادآور باید شویم که دلیر نظر جایزه دولتی به نام استاد رودکی را برای آهنگسازی در فیلم راه که با کارگردانی ناصر سیدوف سال گذشته در نخستین سینما جشنواره تاجیکستان تاج سامان شاه جایزه را سزاوار شد گرفت. ما کارمندان روزنامه جمهوریت استاد دلیر نظر را با این دستاوردی خوب و شایسته شان خجست‌آباد میگوییم و همزمان باور داریم که هنوز قله کمال در پیش است و از استاد دلیر نظر آهنگ ها، ترانه ها و برنامه های کنسرتی خیلی بزرگ و باشکوه را انتظاریم.